سلام. تا هنوز برتان سوال شده که در یوتیوب فعالیت کنین و مثلا صفحات اجتماعی دیگه بدون چهره و بدون صدای خودتان. البته امروز من برتان 5 تا از بهترین سایت های هوش مصنوعی را میگم. شما میتونین باش تولید محتوا کنین و کارهایتان خیلی آسان میسازه. پس بریم سمت ویدیو. در قدم اول ویدیو را لایک کنین، سابسکرایب کنین و چینل رو حمایت کنین و بریم سمت ویدیو. و در آخر ویدیو یکی از بهترین سایت ها را براتون میگم که از همه سایت ها که بهتر است. پس بریم سمت ویدیو. در قدم اول میریم روی مرورگر ما. اولین سایتی که بر ما است به نام TTT-MP3 است که یک این سایت قابلیتش است که ما متن میتیم و متن ما رو به صدا تبدیل میکنه دوستان. پس من براتون اینجا عملی بگویم. اینجا AI voice داریم ما که پایین کمک از سایت پایین که بیایم در این قسمت اینجا دو گزینه داریم، یک AI voice است، یک لانچر ویدیوز که ما هم AI voice میخوایم خودش کار کنیم چون از خاطر صدا رو با AI میخوایم جور کنیم. اینجا یک متن برش میتم. حالا این متن ما برای ما میخوایم به صدا تبدیل کنه و اینجا روی رید کلیک میکنم. ببینین دوستان. سلام دوستان گلم. دیدین دوستان صدای ما را این فقط میتونه به 1000 کلکتر برای ما جور کنه که باید حروفتان 1000 دانه باشه. میتونه تا 1000 دانه را برای ما صدا جور کنه دوستا. و دو تا گزینه داره اینجا، یکی فیمیل داره یکی میل که صدای مرد و زن است، دیگهش پلیس دوستا. من براتون بگویم و وقتی که میخوایم یک وایس دانلود کنیم، وقتی که دیدیم که تمام چیز اوکی است، اینجا روی دانلود میزنیم و به همین راحتی دانلود میشه برای ما دوستان. در قسمت اینجا دانلود میشه و صدا را ما میتونیم استفاده کنیم در ویدیوهای ما. میریم سمت سایت دوم. سایت دوم ما چیه؟ به نام فلیکال است که اینجا برای ما یک از بهترین سایت هاست دوستان برای تولید محتوا. و اینجا چند گزینه داره. اول که باید قد سایت هر سایت که دوستا که وارد میشین لوگین کنین قد جیمیل بهتره چون قابلیت زیاد براتون میده. اینجا ما میخوایم اسکریپت و ویدیو رو بزنیم، میخوایم ما متن بتیم و متن ما رو به ویدیو تبدیل کنم. دیگهش دوستا مهم نیست چون پولی است زیادترش. پس من میخوایم اسکریپت و ویدیو رو بزنم و اینجا برای ما میگه که شما چی میخواین، اسکریپتتون چی است، موضوعتون چی است که من براتون به اون ویدیو بسازم. مثلا من براتون تو که یک ویدیو جور کنم، مثلا میگم طیاره در حال پرواز. اینجا ببینیم دوستا متن ما را دادیم ولی روی نکست کلیک میکنیم، پایین میایم نکست و اینجا سه گزینه داره سایزایی که میخوای شما ویدیو داشت تولید کنید. مثلا شما میخواین سایز یوتیوب تولید کنین که 16.9 1.1 است، سایز معمولی زیادتر وقت استفاده میشه در کل صفحات، و یا 9.16 سایزای شورت یوتیوب است و صفحات دیگر اجتماعی مثلا تیک تاک، اینستاگرام. ما میخوایم همون روی اینستاگرام باشه، شورتای اینستاگرام یوتیوب یا و روی اسکیپ کلیک میکنم دوستا. و اینجا بر ما تنظیمات داره که قدر مهم نیست. ما مثلا اینجا لنگویج پارسی میتیم دیگه، چیزش هم کشور ما هم کس ایران میمونیم چون افغانستان نداره این سایت دیگه. ایران هم تو اسکوت میدیا بانیم دیگه. پایین وایس هم وایس یاش خودش جور میکنه، فقط اینجا در دیپیت است چی از دوستا میبخشین این رو روی بولد میمونی. همو فونتای که مثلا در تنظیماتش میاره امور بر ما میگه، دیگهش مهم نیست. و اینجا میخوایم اگر یوتیوب موزیک میخواین که براتون صدای موزیک یوتیوب هم بانم، من مهم نه فقط ویدیو رو برام روی سابنه کلیک میکنیم و کمی منتظر میشینیم. ما براتون یک نکته رو بگویم دوستا. اینجا سرعت اینترنتتان مهم است. هر قدر سرعت اینترنتتان بیشتر باشه ویدیو زودتر براتون آپلود میشه. ویدیو در آپلود است و ما کمی صبر میکنیم. طیاره در حال پرواز. حالا ببینین دوستان بر ما ویدیو جور کرد. دیدین خیلی یک ویدیوهای خفن میسازه. شما میتونید بر راحتی تولید محتوا کنین در یوتیوب، اینستاگرام و صفحات دیگر. خیلی دوستا این سایت دیگه یک سایت دیگه ماست به نام گیون است
که یکی از سایت های بهترین سایت هست دوستان. قابلیت این سایت چی هست دوستان؟ میتونید شما از چت جی پی تی سیناریو بگیرین و سیناریوتون بیاین در اینجا به ویدیو تبدیل کنین دوستان. خیلی آسان. ما براتون قبلا یک تا جور کردیم دوستان، همه رو براتون میگویم. این ویدیو است، ببینین. اینجا یک سکانس داشتیم ما که گفته بودم وقتی که مغز افسرده و ناامید میشه انسان، پس اینجا برای ما یک ویدیو دیگه جور کرده. سکن دوستا ویدیو را خیلی ویدیوهای با کیفیت میسازه دوستا. ما تلقی ویدیو رو براتون اینجا میگویم. مثل محیط چت جی پی تی ورست. اینجا چند تا گزینه داریم دوستا. اینجا کرید ایمیج داریم، کرید ویدیو داریم. کرید ایمیج چیست، کرید ویدیو چیست. اگه ایمیج بخوایم ما پرامپت برش میدیم، پرامپت ما رو به عکس تبدیل میکنه. و اگر ما کرید ویدیو بخوایم، ویدیو را اینجا برش متن میدیم، متن ما رو به ویدیو تبدیل میکنه. مثلا من اینجا میزنم کرید ویدیو و اینجا از ما سایز میخواه، کدام سایز میخوایم براتون ویدیو بسازم. ما سایز خود انتخاب میکنم. همین سایز یوتیوب میخوایم باشه و در اینجا یک متن برش پیست میکنم و اون متن به ویدیو تبدیل میکنم. مثل که من اینجا برش تایپ کردیم، ببینید این متن برش تایپ کردیم و این ویدیو رو بر من جور کرده. خیلی ویدیو با کیفیت میسازه دوستا. چون از خاطر که ما قبلا یک بار ویدیو ساختیم، امروز ساخته نمیتونه ویدیو و میتونین در روز 5 تا ویدیو بسازین با این سایت دوستا. میرم روی سایت بعدی دوستا. آمدیم به سایت پیکسیپای که یک از سایت های بهترین سایت ها براتون بگویم که در جهان است همیال فعلا، که خیلی ادیترها از استفاده میکنه و هر چیزی که ما بخوایم در این سایت داریم و میلیون ها عکس و ویدیو و نمونه کار چیزا از دوستان. این سایت ماست. ما مثلا اینجا چند تا گزینه خودش آورده خود سایت. میخوای شما میخوایم چی میخواین، میگه عکس میخواین، ویدیو میخواین، ساوند افکت میخواین، مدل سیبودی میخواین، گیفس میخواین، موزیک میخواین، چی میخواین. اینجا مثلا من روی موزیک ویدیو میزنم. اینجا برای ما 1000 دانه ویدیو از دوستا که شما اینجا میتونید سرچ مرورگر داره سرچ کنین، هر ویدیویی که کار داشته نه جور کنین. ببینین کمی اینترنت ضعیف است دوستا. اینترنت خیلی ضعیف است و به من صحیح ویدیو را آپلود نمیکنه. این سایت به اینترنت قوی نیاز داره. من روی این ویدیو کلیک میکنم. منتظر میشینید که بر ما آپلود شود دوستا. ویدیو رو بر ما کم کم آپلود میکنه. یا کم اینجا ضعیف هست، میبخشید دوستا اینترنت من. این تو ویدیو هست دوستا، خیلی ویدیوهای عالی از طبیعت. هر ویدیویی که سرچ کنید شما براتون میاد. نه مثلا ویدیویی که از طبیعت باشه، یا هر ویدیویی که بخواین در این سایت هست. ببینید دوستا حالا به سایت پنجم رسیدیم که یک از بهترین، گفتم براتون اولی ویدیو، یک از بهترین سایت هست برش استفاده از هوش مصنوعی در تولید محتوا در یوتیوب، اینستاگرام، تیک تاک و صفحات دیگر. و بریم سمت ویدیو دیگه. ویدیو رو لایک کنیم دوستا. حالا ما نشته میکنیم ادوبی. در سایت ادوبی میریم، ادوبی رو کرافتیم دوستا. منتظر میشینیم تا سایت بر ما آپلود شود دوستا. حالا آپلودش خلاص شد و روی این گزینه میزنیم اکسپرسین، میریم در این بخش و در قسمت هومش دوستا اینجا محیطش هست که برای ادیت بعضی چیزا هست، مثلا ویدیو و داکیومنت و مثلا عکس و خیلی چیزا داره که سایت ادوبی هر چیزی که بخواین شما در اینجا میتونین انجام بدین. حالا که روی مثبت کلیک کنیم، در قسمت سرچ اینجا میریم نشته میکنیم انیمه و
و این گزینه عکس این پسر که میبینی شما اینجا نوشته است انیمه روی همی کلیک میکنیم که ما برش صدا را بدیم، صدا را به کلیکتر تبدیل کنم و بتونیم تولید محتوا کنیم. و این در قسمت برای ما تنظیمات جور کرده دوستان. این کلیکتر هاست که اینجا انواع کلیکتر ها شما استفاده میتونین هر کدامش که بخواید. اگر سایت براتون آپلود نشد دوستان این قسمت شما میتونین یک وی پی ان یک بار روشن کنین پس خاموش کنین دوستان. اینجا سه گزینه داره، یک بخش انیمیشن چیزاست که امی کالکتوراش هست و دیگه بخش بک‌گراند است که بک‌گرانداش یاش کلش پولیس دوستا شما نمیتونین رایگان استفاده کنین، فقط یکی این بک‌گراند کاستومش میتونین استفاده کنین که رنگ سبز بهتر از بانین در ویدیوهایتون از پرده سبز استفاده کنین. و سایزش از دوستا اینجا که میخوایم میگه سایز هم ویدیوتون چی باشه که ما می سایز یوتیوب انتخاب کردیم، اینستاگرام دیگه البته، یعنی یوتیوب هم اینجا میشه یوتیوب. و میریم سمت ویدیو. اینجا گزینه‌های دیگه داره، ریکارد داره، ریکارد وقتی که روی ریکارد کلیک بزنین مثلا ببینین اینجا خودتان صدایتان ریکارد میکنین و میگوین. حالا ما ببینین مثلا روی داون ما کلیک کنم، حال بر ما منتظر میشینیم تا کاپلود شد همین صدا. کمی صبر میکنین دوستا. ببینین حالا بر ما ویدیو که آپلود شد سعی کنین خودتان صدایتان ریکارد میکنین و میگوین. حالا ما ببینین یعنی همون صدایی که در همون لحظه من هم ریکارد میکردم ویدیو را و هم صحبت میکردم دوستا. خیلی عالی است و اینجا روی دانلود که بزنیم براحتی بر ما دانلود میشه. دیگه دوستا تشکر تا آخر ویدیو با ما بودین. دیگه یک سابسکرایب کنین، چینل ما رو حمایت کنین تا به 1000 کایی برسیم که بتونیم چینل ما رشد کنه و بتونم برای شما ویدیوهای بهتر بسازم.